مشکل من اینه گفتم بیارم چیز بیا گوشی بیاریم گفتن خاطر مستحق چی ندارم قلبم استاد میشد دیدم خوشحال شدم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، به خانه دخترک آمدیم که گفت یگانه آرزوی می است که من موبایل داشته باشم و این موبایل حافظ قرآن است، یعنی قرآن گردان میکنه، میخواد که حفظ خود مکمل بسازه. موبایل آوردیم، در ضمنش کمک های دیگه را که دوستا روان کردن، بعد نور هم حتما با شما شریک میسازیم. فعلا این موبایل برش میتون با وجود که خودش خبر ندار، ببینیم که چی احساس داره. زمانی که میفهمه با یکی از آرزوها و امیدهای دل خود میرسه یا رسیده است، چه عکس العمل نشان میده. میریم داخل. خب دوستان عزیز، آمدیم پیش بیبی خدیجه جان. یک تحفه است، شاید قلم باشه، شاید پرکال باشه، شاید پنسل پاک باشه. اوه ماشاءالله ماشاءالله. ماشاءالله. شاید قلم باشه. چی فکر میکنی چی باشه؟ شاید قلم باشه؟ بله. نه قلم است، قلم. شاید قلم باشه. ما اینجا بشینم، البته پیش از اینکه باز کنه خدیجه جان شما مهربانی بفرمایید باز کنین. ماشاءالله. چی است؟ گوشی بود. زنده باشین. خوشحال شدین؟ بله خوشحال شدم. قلبم استاد میشد دیدم خوشحال شدم. بخیر استفاده. چند جز حفظ کردین تا هنوز؟ 5 جز. 5 جز؟ بله. خب متباقی هم دیگه بخیر میتونید از گوش استفاده کنید. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. خب دوستان عزیز، هدف مقصد ما است این است که ما بتونیم خانواده رو خوشحال بسازیم. خوشحالی اینا یک دنیا و یک جهان ارزش داره. ما یک چیز کمک ناچیز آوردیم خدمت شما تقدیم میکنیم، شما حساب کنین. میشه که مشکلاتی را که خودتان احساس میکنین با واسه از او پول حل میشه را ان شاء الله استفاده برین. حساب کنین. 2 3 4 5 6 7 اینا 80 روپیه کمک به ما آوردین. انشالله ما میره به جان خود مصرف میکنیم. خداوند هر چی را عطا کرد بخیر. الله متعال به شما شفای عاجل کامل بده. احساستون چی است همین لحظات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. می احساس ودای جان احساس نمیبرم ودای نمیبرم. جان شما را خداوند میگه سرپناه باشه، هر جای خداوند شما را فنا بده. میگه به ما که خوبی کردین خداوند به شما بکنه. میگه چه که آدم غریب دیگه چی داره امروز، یعنی گلون ما را ترک کردین. شکر به خوشحالی رسیدیم. خداوند از این کده زیادتر کنه. زنده باشه. شما زحمت کشیدین. خداوند خیر شما را بده. بخیر باشین. بخیر باشین ان شاء الله بخیر باشین. گریه نکنین. گریه نکنین. بخیر استفاده کنین. زنده باشین. زنده باشین. بخیر باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون.